الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله علی ولی الله. کشتن سرور زنان عالم خلاف شرع نیست. حضرت زهرا فرع حضرت زهرا خود دین است. حضرت زهرا همه اعتقادات ماست. اگر در مبنای شما، اگر در منظر شما و در عقیده شما و تفکر آقای مصطفی طباطبایی بر این باشد که شهادت حضرت زهرا خلاف شرع نیست، گوارای وجودتون اون شما و اون آقای طباطبایی بین اعتقادتون. در مورد با شهادت حضرت زهرا سلام علیها می‌خواستم یه سوال یا مناظره کوتاهی داشته باشم با استاد. بفرمایید، در خدمتتون هستم. من قبل از اینکه برم سراغ رد این موضوع که بزرگان که خلیفه دوم اومدن پشت خونه حضرت زهرا سلام الله علیها و میخوام ببینم که از نظر ایشون آتش زدن در انجام شده یا نشده. یکی هم من سوالم قبل از این میخوام بگم که از اثبات شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها چه خیری نصیب اسلام میشه جز اختلاف. ببینید علی علیه السلام اگر سکوت کرده بنا به مقتضیات زمان خودش، الان هم همین مشکل ما داریم. 57 کشور مسلمان ما داریم، تقریبا 2 کشور هستن، شاید 3/4 این کشورها ایران و عراق تقریبا شیعه هستن، 57 کشور سنی مذهب هستن. به نظر شما اگر ما بخوایم اینو اثبات کنیم، بعد برای اثبات کردن این باید بگیم که خلیفه دوم این کار انجام داد، این چه خیری برای اسلام داره؟ شب اول قبل عالم برزخ هم که از ما سوال نمی‌پرسن که این اتفاق افتاده یا نیفتاده. ما کنیم که اصلا اثبات این موضوع چه خیری برای اسلام داره؟ فامیل شریفشون چی بود ایشون؟ آقای ایلخانی، درست جای ایلخانی؟ ایلخانی هستم از بله، تهران. ایلخانی هستم. آقای ایلخانی عزیز، بله استاد. برای اینکه مخاطب ما با شما و تفکر شما بیشتر آشنا بشه، شما اهل سنتید یا شیعه؟ بنده مسلمان هستم، محققم. مسلمان بالاخره یک حزبی، یک اعتقادی مکتب. عرض میکنم بنده پیرو قرآن و سنت 23 سال سنت رسول الله هستم. حالا این سنت از طریق هر صحابه‌ای برسه، اگر حضرت علی علیه السلام برسه یا از طریق اصحابشون برسه، هر حدیثی برسه که با قرآن و با سنت ایشون موافق باشه ما قبول میکنیم. و شما آقای ایلخانی، شما گفتم چون مخاطب میخوام آشنا بشه، بگم با شما شما از اتباع جناب آقای مصطفی طباطبایی و طیف قرآنیونید، درسته؟ اینجوری بگیم بهتره. بله بله. خیلی خوب، این رو گفتم چون مخاطب با تفکر شما آشنا بشه. حالا چند تا مسئله. شما نکاتی رو فرمودید که از پایه همین نکاتتون اشتباهه. من الان بیام از اینجا شروع کنم. فرمودید شهادت حضرت زهرا چه خیری برای جامعه دارد و بیان شهادت حضرت زهرا موجب اختلافه. طبق مبنای شما سرمنشأ طبق نگفتم که برای جامعه، گفتم چه خیری نصیب اسلام میشه. شما فرمودید موجب اختلاف است دوست من، بعدم آمار رو بودید ما اینقدر کشورهای اسلامی داریم، اینقدر اینو داریم، اینقدر این داریم و موجب اختلاف. اجازه بدید نکته اینجاست که طبق این مبنای شما بزرگترین وحدت شکنان و اختلاف افکنان در جامعه بشری خود انبیا و به طب خود خداوند بزرگوار و کریم است. چرا؟ خب پیغمبر اومد تو جامعه، حداقل پیغمبر خودمون میگیم، اومد تو جامعه مشرکین شهر مکه. چه لزومی داشت از توحید حرف بزنه؟ چه لزومی داشت بگه این بت پرستی شما شرک است و شما مشرکید؟ چه لزومی داشت بگه لا اله الا الله؟ اتفاقا جالب بریه در متون تاریخی و شیعه و سنی نقل شده که اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا ما خدای تو رو اصلا قبول پذیرفتیم، تبلیغ خدای خودت رو بکن، به بتای ما کاری نداشته باش، تو برای خودت خداتو تبلیغ کن، ما هم خدای خودمون رو. پیغمبر گفت نه، شعار اسلام که شما میگید مسلمانید لا اله الا الله، اول نفی خدایان دیگر که موجب اختلاف است، بعد اثبات خدای پیغمبر. حضرت ابراهیم هم رفت پیش ماه پرستا و خورشید پرستا و دیگران، از توحید خودش اول حرف نزد که آقا منم خدای دارم شما هم خدا، اول اثبات کرد بطلان خدای دیگران رو و ایجاد اختلاف کرد. من از شما که در جزء جریان قرآنیون آقای مصطفی طباطبایی هستی سوال میپرسم. آقای مصطفی طباطبایی اگر
مسئله اینه که هر حرفی اختلافی بزنی موجب اختلاف ثمره‌ای نداره، به چه دلیلی عقاید شیعه رو نقد میکنه و میگه اینها باطله؟ به چه دلیلی عقاید خدا ناباوران رو نقد میکنه میگه اینها باطله؟ به چه دلیلی مسیحیت و یهود رو نقد میکنه؟ ما الان اکثریت دنیا مسلمانن، نه، اکثریت مسیحیته. چرا شما به عنوان یکی از اتباع آقای مصطفی طباطبایی پاسخ بدید؟ استاد شما نقد مسیحیت میکنه و ثابت میکنه که مسیحی ها باطلن. خب اختلاف داره ایجاد میکنه بین مخلوقات. انبیاء الهی اختلاف ایجاد کردن به دستور کی؟ اینا از جانب خدا نصب شدن و مسیرشون مسیری است که خدا براشون چیده. در واقع اختلاف طبق حرف شما بزرگترین کسانی که در جامعه اختلاف ایجاد کردن خود خدا، انبیاء الهی و یکیش استاد شما آقای مصطفی طباطبایی. چرا اختلاف ایجاد میکنید دوست عزیز؟ اجازه میدید من پاسخ بدم؟ بفرمایید. ببینید شما فرمودید که اول پیامبر صلی الله چرا مخالفت ایجاد کرد، رفت با بت پرستی مخالفت کرد. بزرگوار، بت پرستا به خاطر اینکه کار خلاف شرع و خلاف قانون انجام دادن، به چه دلیلی؟ خونه‌ای که خداوند توسط ابراهیم خلیل علیه السلام اونجا رو بنا کرده بود، بتاشون رو بردن اونجا و مردم رو به قول خودمون سرکیسه میکردن. به قول امروزی‌ها میگفتن آقا بیاد قربانی بکشید، این کارو کنید، این کار کنید. شرک برای خدا آورده بودن. حالا من از شما سوال، به خاطر همین پیامبر صلی الله اومد باهاشون مخالفت کرد و بتای اینا رو شکست و ریخت بیرون. همین سوال من درباره حضرت زهرا سلام الله علیها شما میپرسم. اگر ما این کارو نکنیم، این اثبات شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نه جز اصول دین شماست، نه جز اینه که من اگر الان شب اول قبل از من نمیپرسن که حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شد یا نشد، اینا رو از من نمیپرسن، اما شب اول قبل از من میپرسن که دین چیه، توحید چیه، خداوند یگانه است یا نه. به خاطر آقای ایلخانی ادعا کردید، گفتید چون عمل مشرکین خلاف شرع بوده پیغمبر باید جلوشون رو میگرفته. کشته شدن حضرت زهرا خلاف شرع هست یا نیست؟ خلاف توحید بوده. عزیز گوش کن. نه عین حرف شما رو زدم. درم عین حرف شما. گفتید چون بت پرستی و گذاشتن بت‌ها در کعبه خلاف شرع است، پیغمبر موظف بوده مقابله کند. یعنی اینی که پس شهادت حضرت زهرا طبق مبنای شما خلاف شرع نیست. کشتن سرور زنان عالم خلاف شرع نیست. حضرت زهرا اصول فرع حضرت زهرا خود دین است. الامام هو الدین. حضرت زهرا همه اعتقادات ماست. اگر در مبنای شما، اگر در تفکر شما که خدا در قرآن میگه کشتن یک نفر یعنی کشتن کل بشریت و اون کس کی باشه؟ اون کس سرور زنان عالم باشه. در منظر شما و در عقیده شما و تفکر آقای مصطفی طباطبایی بر این باشد که شهادت حضرت زهرا خلاف شرع نیست، گوارای وجودتون اون شما و اون آقای طباطبایی بین اعتقادتون. اما جواب نکته دوم، آقای مصطفی طباطبایی حتی فقه شیعه را هم نقد میکنه، همینطور که فقه اهل سنت رو نقد کرده. فقه مسائل فرعی. چرا آقای طباطبایی مسائل جزئی و فروعات شیعه و سنی رو نقد میکند و اختلاف افکنی میکنه؟ من با نقد مشکل ندارم، مبنای شما رو دارم میزنم. شما گفتید هر نقدی که اون نقد موجب اختلاف بشود اون گمراهی است در جامعه، نباید اتفاق بیفته. استاد شما داره این کار انجام میده، خلاف حرف شما انجام میده. چرا آقای مصطفی طباطبایی اصول دین که نه، فروعات شیعه و سنی، اونم تازه به اشتباه که استاد یزدانی در برنامه نقد آقای طباطبایی که خواهش میکنم حتما تشریف بیارید در اون برنامه و دفاع کنید از تناقضات و تعارضات استادتون، اونجا پاسخگو باشید. الان آقای طباطبایی چرا فروعات رو نقد میکنه؟ اینم پاسخ به من بدید، ممنون میشم. بله من پاسخ میدم خدمتتون. بفرمایید. ببینید بزرگوار، هر خلاف شرعی نیاز نداره کش پیدا کنه. مثلا جنگ ایران با عراق جنگ شد. خیلی اینو از کجا این همین ادعاتون از کجا ثابت دارم عرض میکنم. بفرمایید. اجازه من توضیح بدم. بفرمایید. جنگ ایران و عراق 8 سال طول کشید، جوانان ما کشته شدن. ما باید 80,000 سال طول بدیم. ببینید بزرگوار، یه زمانی شما فرمودید که از اصول دین شما حضرت زهرا، در صورتی که اصول دین ما و شما آیه 177 قرآنه که به 5 چیز ما باید ایمان بیاریم. این از اصول دین ماست که قرآن به محکم آیه صریح داره. این از اصول دین ماست.
اما حضرت زهرا سلام الله علیها شخصیتی بود که همه قبولش داشتن، در این شکی نیست. اما علی علیه السلام وقتی سکوت کرد، حالا اولا که حالا شهادت همینجا توقف. چرا دروغ میگید؟ کی گفته حضرت علی سکوت کرد؟ حضرت علی علیه السلام کی گفته حضرت علی سکوت کرد؟ در نهج البلاغه فرموده هیچ کس مثل من حریص به اتحاد نبود. و قرآن هم فرموده و این ربطی نداره به سکوت. کجا شما الان ادعا کردی حضرت علی سکوت کرد؟ حضرت علی حریص به اتحاد؟ بله که حریص به اتحاد، چون قرآن تصریح میکنه که به حبل الله چنگ بزنید و از اختلاف و تفرقه بپرهیزید. و در روایات شیعه و سنی آمده این حبل الله ثقلین است، اهل بیت است. اون حبل الله اهل بیت. امیرالمؤمنین موافق اتحاد، هیچ شکی براش نیست. اما این ربطی نداره به ادعای سکوت. دروغ گفتید. شما گفتید حضرت علی سکوت کرده. روایات شیعه و سنی تصریح میکنه اصلا حضرت زهرا به علت درگیری و مخالفت با سقیفه و خلافت ابوبکر و عمر شهید شد. چجوری حضرت علی سکوت میکنه؟ این که امیرالمؤمنین نظرش در مورد ابوبکر و عمر تصریح میکنه اینها آثما کاذبا قادرا خائنا، لفظ ظالم و فاجر در منابع معتبر اهل سنت مثل صحیح مسلم و صحیح ابن حبان آمده است. این نظر امیرالمؤمنان. اون درگیری امیرالمؤمنان در به خونه حضرت زهرا که حتی تصریح میکنه آقای صالح شامی میگه به سند جید آمده که عده‌ای از انصار مهاجر در خانه فاطمه غضبناک بر ابوبکر جمع شده بودن و مسلح بودن. درگیری اتفاق میفته، شمشیر زبیر هم همونجا میگیرن میزنن میشکنن. این از این روایات اهل سنت. اون از روایات ما شیعه که امیرالمؤمنین حتی یقه به یقه میشه با خلیفه دوم، اون رو بلندش میکنه به زمین میکوبه. آنچه که در روایات شیعه و سنی معتبر آمده، امیرالمؤمنان نجنگید، چون روایت از پیغمبر با سند صحیح در کتب اهل سنت از مسند احمد بن حنبل که پیغمبر فرمود اگر یاری پیدا نکردی صلح کن، با صلح قضیه رو پیش ببر. روایت که پیغمبر و خود امیرالمؤمنان فرمودن اگر 40 یار داشتم دست به شمشیر می‌بردم. امیرالمؤمنان هارون امت به مانند هارون حضرت موسی وقتی قومش اونو تضعیفش کردن صبر کرد و نجنگید. نجنگیدن با سکوت کردن زمین تا آسمون فرق میکنه. شما متاسفانه نه مبانی اعتقادی مسلمان ها را میدانید، چون اومدید گفتید آقا حضرت زهرا کشته شدنش خلاف شرع نبوده. اول بعد گفتید خلاف شرع باشه گفتنش جایز نیست. اگر گفتنش جایز نیست، این همه روایاتی که ما در کتب شیعه و سنی داریم که اهل بیت بهش اشاره کردن در مورد شهادت حضرت زهرا، بیان مظلومیت حضرت زهرا، اهل بیت نفهمیدن. شما اینا بهتر فهمیدید جناب آقای ایلخانی. الان ادعا کردید حضرت علی سکوت کرده، همین ادعاتون رو ثابت کنید. بله اجازه شما اصلا ماشاءالله یه کلمه الان رفتی سر شما رفتی در مورد شهادت حضرت زهرا. وقتی شما دروغ میگید من نمیتونم بشینم و ببینم حضرت علی هر چه دلت میخواد دروغ بدون دلیل و مدرک بگید. شما ادعای سکوت کردید، این ادعاتون رو ثابت کنید. استاد اجازه میدی الان من بفرمایید. فقط مستند ها. ما اینجا تریبون در اختیار شما قرار نمیدیم که بخواید بدون دلیل و مدرک. مستند صحبت کنید. بفرمایید. اصلی قرآن و اسلام آوردم که مستندتر از قرآن نداریم. آیه 177. آقا ربطی نداره اونی که شما میگید. چه ربطی داره؟ الان ادعا کردید حضرت علی سکوت کرده، اینو ثابت کنید خواهش میکنم. تو این آیه قرآنی که گفتید حضرت علی ادعای سکوت حضرت علی آمده بود؟ علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه ها و خطبه های فراوانی خونده. حتی ادعا کرده که نسبت به خلفا ارجحیت داره به امر خلافت. و در جای دیگه هم فرموده که من بر شما وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم. همین ثابت کن دوست عزیز، همین ثابت کن. من هنوز ثابتمو نکردم، شما میگی ثابت کن. ثابت کن. ادعا کردی ثابت کن. بفرما. مثلا یک جا در این خطبه ها نیومده که بگه این خلفا همسر منو شهید کردن. این سکوت علی علیه السلام. و اومده گفته آقا حریصین وقتی که خود شما میفرمایید که آقای ایلخانی متاسفانه پشت سر هم دروغ میگید. تقطیع و تدلیس کارتونه. خطبه 74 که شما ادعا کردید. بله. امیر مومنان تو خطبه 74 میگه همانا میدانید که سزاوارتر از دیگران به خلافت هستن. این حرف اول. اینو خودتون الان ادعا کردید. پس ابوبکر و عمر غاصب حق امیرالمؤمنینن و حضرت خودش رو بر حق میدانه نسبت به اون دو نفر بر خلافت. این یه لحظه اجازه بده، همین خطبه که شما خوندید رو دارم میخونم. پس میخوام بگم چقدر شما اهل تدریسید یا جاهلید. امیرالمؤمنان تو این روایت
ادعای خلافت داره توی این خطبه نهج البلاغه. پس بطلان خلافت ابوبکر و عمر شد برخلاف آنچه که استادتون آقای طباطبایی ادعا میکنه. ادامش: سوگند به خدا به آنچه که انجام داده اید گردن می نهم تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه شه. آقا امیر مومنان نجنگید خودش دلیلشو داره ذکر میکنه. خلافت مال من علی هست. اگر یه لحظه ساکت باشید گوش کنید، خطبه‌ای که شما یک تیکشو خوندید بقیه‌شو تخطی کردید و نخوندید رو بذارید دارم میخونم. سوگند به خدا به آنچه انجام داده اید گردن مینهم تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه شود و از هم نپاشد. یعنی خلافت ابوبکر و عمر و غصب خلافت اونها اسلام رو از بین داره میبره و جز به من به دیگری ستم نشود. امیر مومنان سکوت کرده، حضرت میگه بقیه ستمکار و ظالمن، به من علی ظلم کردن، به من ستم کردن. این ستمی که کردن چی بوده؟ و پاداشت این گذشت و فضیلت را از خدا انتظار دارم و از آن همه زر و زیوری که به دنبال آن حرکت میکنید پرهیز میکنم. پس اهل دنیا بودن. باز دوباره بریم نهج البلاغه، اون هم شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید هم که از علمای اهل سنت همین رو ذکر میکنه. الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری این رو نقل میکنه. فقط چون الان مشکل فنی داریم من نمیتونم اسکالارش رو بدم. دوباره در این خطبه در این نامه، در نامه 62 نهج البلاغه حضرت چی میگه؟ تنها چیزی که نگرانم کرد شتافتن مردم به سوی فلان شخص بود، اشاره به ابوبکر، که با او بیعت کردم. من دست باز کشیدم، بیعت نکردم، تا آنجا که دیدم گروهی از اسلام مرتد شدند، میخواهند دین پیغمبر را نابود کنند. ترسیدم که اگر اسلام و طرفدارانش را یاری نکنم رخنه‌ای در آن بینم که شاهد نابودی اسلام باشم، که مصیبت آن بر من سخت‌تر از رها کردن حکومت بر شماست که کالای چند روزه دنیاست. به زودی ایام آن میگذرد چنان که سراب ناپدید شود یا چنان پاره ابری که زود پراکنده گردد. پس در میان آن آشوب و غوغا به پا خواستم تا آنکه باطل از میان رفت و دین استقرار یافته و آرام شد، هنگامی که خلافت به من علی ابن ابی طالب برگشت. خطبه شقشقیه الا من تا 2 روزم باشه از همین نهج البلاغه برای شما خطبه میخونم بر ظلم بر امیر المؤمنین، بر ستم بر امیر المؤمنین، بر اعتراض امیر المؤمنین به حق قصد شدهش، بر اینی که من خلیفه بر حقم، بر اینی که حق من را خوردن، بر این که دنبال این بودن که اهل بیت من رو بکشن و شما متاسفانه جز دروغ چیزی دیگه ای و جز اینی که حرفی بزنید و تدلیسی کنید که یک تیکه رو بگید ادامهش رو نخونید چیز دیگه از شما نشنیدم. خطبه 217 به اطرافم نگریستم، دیدم نه یاری دارم و نه کسی که از من دفاع و حمایت کند جز اهل بیتم. آقا این حرف امیرالمؤمنین خطبه 217 که دیدم جانشان به خطر افتاده. یعنی اونها میگید برای حضرت زهرا چیزی نگفته، امیرالمؤمنین میگه نه تنها حضرت زهرا، کل اهل بیت من رو خواستن اینها از بین ببرن. امام حسن و امام حسین رو قرار بود از بین ببرن، قرار بود استمرار امامت رو قطع کنن. امیر مومنان میگه فقط اهل بیت من بودن که دیدم جون اینها هم به خطره. پس خار در چشم اینا رو نمیبینی آقای ایلخانی؟ آقای مصطفی طباطبایی اینها رو نمیبینی؟ پس خار در چشم فرو رفته دیده بر هم نهادم و با گلویی که استخوان در آن گیر کرده جام تلخ را جرعه جرعه نوشیدم، در فرو خوردن خشم در امری که تلختر از گیاه. شما دارید درباره خلافت علی علیه السلام صحبت می‌کنید. نامه اینو چیزی که جان اهل بیت من در خطر بوده تو نامه 217 کیه؟ اینو به من بگو. امیر مومنان میگه من یار یاوری نداشتم، فقط اهل بیت من جون اونها به خطر افتاد. این یعنی چی؟ بفرما صحبت کن. مدرک بیاری ها. من حرف زدم، مستنداتشو خوندم، آدرسم دادم. حرفات با مدرک باشه. بفرما. مدارکی که شما آوردید هیچ کدوم شهادت از زهرا سلام الله علیها. آقا یک سوال ازت دارم. امیرالمؤمنین میگه خانواده من، اهل بیت من در قضیه غصب خلافت دنبال کشتنشون بودن. این یعنی چی؟ اصلا شما حق نداری از سوال نوبت عدالت نوبت منه درباره اصلا قرار من با شما بحث نداشتم دوست عزیز. به شما وقتی هم نداده بودم که ادعا داری که من به شما گفته بودم شما چند دقیقه صحبت کن. شما بخواید نذارید که صحبت
آقا قطعشون کنید ببخشید. حالا متشکرم جناب آقای ایلخانی. حالا جناب استاد آقای ایلخانی ببخشید، بنده به شما تعهدی ندادم که طلبکاری. دروغ گفتی، دروغاتو رسوا کردم، عصبانیتم نداره، قطعتم کردم. هر دفعه بخوای اینجوری بیای قطعت میکنم. هر وقت اومدی مردونه منصفانه دروغ نگفتی و مستند صحبت کردی بیا. اما اینجا جایی که بخوای مثل شبکه کلمه و مثل استاد تدریس کنی و دروغ بگی و من ساکت باشم نیست. بیننده دیگه داریم در خدمتتون.